سلام، شهاب‌الدین رحیم‌زاده هستم. در حوزه خرده فروشی داخل بازار زرگرهای تهران مشغول به کار هستم. خب من تجربه اولم هستش که در واقع تو این جلسه شرکت کردم. فکر میکنم که رویکردی متفاوت و جدید هست برای صنف طلا و جواهر این رویداد و امیدوارم که ادامه دار باشه، چون بسیار مفید خواهد بود برای انتقال تجارب از نسل‌های گذشته به نسل‌های جدید و همینطور ادامه پیدا بکنه. واسه آینده صنف فکر می‌کنم که بسیار عالی و مفید هستش. حقیقتش این هستش که یه همچین جمع‌هایی به ندرت داره شکل میگیره داخل صنف و عرض کردم خدمتتون به هر حال دفعه اول بوده که داره این اتفاق میفته. خیلی خوبه و اگر این برنامه‌ها ادامه پیدا بکنه و من دعوت میکنم از دوستان دیگه‌ای که در صنف هستن تشریف بیارن در این رویدادها شرکت بکنن. بدون شک باعث پیشرفت صنف طلا و جواهر خواهد شد. ممنون از تمام دستاندرکاران راه فیروزه‌ای، بسیار برنامه خوب و عالی بوده.